بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در اولین قسمت از برنامه آیات حج در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم، با امید اینکه در این سری برنامه و مجموعه برنامه بتونیم که به همراه شما عزیزان و خوبان مروری داشته باشیم، هرچند کوتاه در حد وقت برنامه که اجازه بده، بر آیاتی که در کلام الله مجید در موضوع حج وارد شده. حج رکن پنجم دین مبین اسلام. حج همون عبادت بزرگی که در روزها و زمانهای مشخصی در اماکن مشخصی به شکل مشخصی انجام میشه به یاد ابراهیم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر مسیر آن حضرت علیه السلام که ادامه مسیر ابراهیم علیه السلام هست. در قرآن کریم اگر بخوایم نگاهی گذرا داشته باشیم به آیاتی که در مورد حج سخن گفته شده، از اونها آیات فراوانی هستند. الان خصوص که ما سوره‌ای هم به این نام داریم که به صورت مستقیم و صراحتاً به نام حج مسماست. سوره حج، سوره نسبتاً طولانی و بزرگ، 78 آیه داره این سوره و حجمش حدود 10 صفحه است. 10 صفحه از کلام الله مجید یا نیم جزء رو خودش اختصاص داده. نیم جزء پایانی جزء 17 سوره مبارکه حج رو داریم، سوره‌ای که بعد از سوره انبیا ذکر شده و جا داره که در فرصت مناسبش درباره اون سوره و ارتباطش با اینکه بعد از سوره انبیا قرار گرفته و ارتباط آیات خود سوره مبارکه حج با هم و محتوای سوره مبارکه حج که درباره چه صحبت میکنه، سوره‌ای که به نام حج هست، درباره اون انشالله صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به سوره مبارکه حج برسیم و آیاتش، آیات دیگری هست که در سوره های دیگر قرآن کریم اشاره میکنن به موضوع حج و برای بررسی آیات حج نیاز داریم که به اونها یک نگاهی بیاندازیم، با اونها رو هم بررسی کنیم. آیاتی که مرتبط به تاریخ حج، آیاتی که مرتبط به مناسک حج. ما در سوره مبارکه بقره هم آیاتی رو داریم که درباره حج صراحتاً صحبت میکنه، آیه 196 به بعد تا آیه 203 که از مهمترین آیاتی است که درباره طریقه برگزاری حج، به احکام عملی حج و اهداف حج سخن گفته میشه در اون آیات. و همچنین آیات دیگری در سوره مبارکه بقره داریم که باز مرتبط با حج، گرچه که به صورت مستقیم اسمی از حج در اون آیات گرفته نشده باشه، اما مرتبط با مکان برگزاری حج، مرتبط با تاریخ حج، مرتبط با مناسک حج. با اون آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره هست که در پایان جزء اول، حدود پایانی جزء اول قرآن کریم ذکر میشه که به اون آیات هم خواهیم پرداخت. هم آیاتی که در آیات 124 به بعد تا حدود 134 5 حتی میتونیم تا آخر جزء اول حساب بکنیم این آیات رو، درباره حج به صورت غیر مستقیم صحبت میشه و همچنین آیاتی که گفتیم از آیه 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره با سخن میگه درباره حج به صورت مستقیم. و همچنین در سوره مبارکه حج که مسماست به این عنوان حج، که سوره حج هست، کلا نامش حج هست، در این باب هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اما
مناسب میبینم که در ابتدای این صحبت و سخن از آیه شروع بکنیم که در سوره مبارکه آل عمران قرار گرفته در 96مین ترتیب این آیات، یعنی آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست و در امتدادش آیه 97 هم مرتبط به موضوع حج و حکم حج در آیه 97 ذکر میشه. اما آیه 96 آیه است که اشاره میکنه به بزرگترین شعار، بزرگترین نشانه و علامت حج که همون کعبه مشرفه است. آیه‌ای که در موضوع حج و در باب حج از آیات کلیدی است که باید حتما به اون اشاره بشه و درباره اون صحبت بشه. آیه‌ای که سعی کردیم تا تصویری رو که خدمت شما میرسه هم مزین بکنیم به این آیه و بالای سر من نوشته شده. آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست. الله متعال در این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. همانا اولین خانه ای که برای انسانها، برای عبادت انسانها در روی زمین بنا شده، اون خانه است که در بکه هست. اولین خونه ای رو که الله تعالی میفرماید من برای عبادت انسانها این خونه رو روی زمین قرار دادم، خونه است که در بکه هست. بکه نام دیگر مکه است. تا همین بخش آیه رو اجازه بدید که با دقت بیشتری بهش بررسی کنیم، بهش نگاه کنیم و دقت کنیم دربارش. الله متعال میفرماید که اولین خونه‌ای که وضع شده برای عبادت تمام انسان‌های روی زمین، انسان‌هایی که در دنیا وجود دارن، خونه‌ایه که در مکه است. اشاره به این مکان داره، اشاره به یک خانه داره، با اون کعبه است، با اون خونه‌ای که مشرف و مزین به بیت الله اضافه شده به لفظ جلاله به نام الله، خانه الله، بیت الله، بیت الحرام، بیت العتیق، اسمهای مختلف کعبه مشرفه است. اولین خانه‌ای که برای عبادت انسانها روی زمین بنا شده، اولین عبادتگاهی روی زمین، اولین مکانی که اختصاص داده شده به عبادت الله تعالی و نسبت داده شده به الله تعالی به خاطر تشریفش، تکریمش و عظمتش، بیان جایگاهش. خانه کعبه قبل از ابراهیم علیه السلام، اون چیزی که ما فکر میکنیم ابراهیم علیه السلام اول بار خانه کعبه رو بنا کرد، اما تاریخ کعبه برمیگرده به قبل از ابراهیم علیه السلام و گفته میشه که از زمان آدم علیه السلام وقتی که فرود آمد به زمین در این مکان مشغول عبادت بود و خیمه‌ای داشت از فیروزه که در اون عبادت میکرد در مکان خانه کعبه فعلی. و بعد از اون که آدم علیه السلام وفات کرد، فرشتگان اون خیمه رو بردن و به جای اون بعدها در زمان حضرت شیث علیه السلام یک 4 دیواری ساخته شد و این مسیر ادامه پیدا کرد و در طوفان نوح غرق شد و رفت و بعد در زمان ابراهیم علیه السلام تجدید بنا شد. در روایت از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول الله، اولین مسجدی که روی زمین ساخته شد چی بود؟ محل سجده، محل عبادت، اولین عبادتگاه. فرمودن مسجد الحرام،
محلی که مسجدی که کعبه قلب اونه و مکه مکرمه مشرفه به این خانه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته، اولین خونه‌ای که برای عبادت انسان‌ها در طول تاریخ ساخته شده کعبه است. الله متعال می‌فرماید این خونه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته، اون خونه است که در بکه هست. بکه گفتیم نام دیگر مکه است. به خاطر این به مکه بکه هم گفته میشه که در هم کوبنده ظالمین بوده در طول تاریخ. بکه یعنی چیزی که در هم میکوبه. یک از صفات و نامهای مکه است. در طول تاریخ هر شهری، هر شخصی که، هر گروهی که قصد اهانت و دست درازی و گستاخی به این شهر داشتن در هم کوبیده شدن. داستان ابرهه معروف و مشهوره که الله متعال سوره به اسم فیل در قرآن کریم ذکر میکنه که حکایت اصحاب فیله. شخصی چشم دیدن کعبه رو نداره، اولین خونه‌ای که برای عبادت انسانها روی زمین ساخته شده و بدون شک مشرفترین و با عظمتترین و مقدسترین مکان روی زمینه و قصد تخریبش بلند میشه. از یمن با لشکرش، ابرهه نامی با لشکری از پیل میاد برای تخریب بیت الله الحرام، برای تخریب اول بیت وضع للناس و خیال باطل خودش میاد تا کعبه رو خراب بکنه و در مسیر قبل از این که برسه به نزدیکی های مکه لشکر خودش رو الله متعال از آسمون پرندگان کوچکی به اسم ابابیل رو میفرسته، شبیه پرستوهای مناطق ماست. در منقار و در چنگال هاشون گل های خشک شده ای دارن، بسیار کوچک، شاید به اندازه نخودی بیشتر نبوده باشه. اینها رو از بالا بر سر این افراد میندازن. نخود نگو، گل خشک شده نگو، موشک بگو که هر کدوم از اینها وقتی که به سر این افراد فرود میاد همه رو از بین میبره. الله متعال میفرماید اونها رو فجعلهم کعصف مأکول، مثل اون گیاهی که گوسفندی، حیوانی خورده باشه، جویده باشه و تف کرده باشه اینطوری شدن. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی الله تو با اصحاب فیل چیکار کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا اون نقشه و تدبیر اونها رو در ضلالت و گمراهی نگذاشت؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، فرستاد ابابیل رو به سراغ اونها، ترمیهم بحجارة من سجیل، با یک گله های خشک شده ای که شبیه سنگ بود، اینها رو با سنگ ریزه های از گله های خشک شده سفتی اینها رو مورد هجوم قرار دادن و هلاک کردن و به مانند علف جویده شده ای شدن. این مکه است، این شهری است که الله متعال در اون باره فرمود هر کسی که اراده گناه و تعدی و تجاوز و اهانت به این مکان داشته باشه، مجرد این که فقط اراده بکنه، الله تعالی فرمود نذقه من عذاب علیم، من از عذاب دردناک اون رو میچشونم. خط سرخ الله تعالی است. اینجا محدوده ایه که الله تعالی اجازه نمیده کسی بخواد اینجا بیاد و گستاخی بکنه. کسانی که دشمن کعبه هستن، کسانی که دشمن کعبه، مخالف توحیدن، مخالف رونق اولین خونه ای که برای عبادت الله تعالی روی زمین بنا شده، الله تعالی اونها رو مهلت نمیده. نذقه من عذاب علیم، از عذاب دردناک اونها رو میچشونم. برگردیم به آیه 96 آیه سوره مبارکه آل عمران. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، همون خونه است که در مکه است، همون خونه است که در بکه است، اون شهری که در هم میکوبه متجاوزین خودش رو. این خونه مبارکه، خونه مبارکه. ان اول بیت، این اولین خونه ای که
برای عبادت انسانها روی زمین بنا شده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا. اون خونه ای که مبارکه، برکت ها میاد. این خونه خودش مبارکه. حرمی که این خونه درش هست مبارکه. اون شهری که این خونه قلب تپنده اون شهر مبارکه. اون امتی که این خونه قبله اونه مبارکه. هر چیزی که به این خونه نسبت پیدا میکنه مبارک میشه، چون خودش مبارکه. برکت ها داره، برکت هاش سرشاره. برکت هایی که ماحول کعبه است بر هیچ کسی پوشیده نیست. آب زمزمی داره که هزاران سال روزانه هزاران لیتر ازش آب خارج میشه، چاهی که چند هزار سال هنوز خشک نشده، در حالی که چاهای دیگه شهر مکه همه خشک شدن. این برکته، این مبارکه. زمزمش شفاست. زمزمش به هر نیتی که نوشیده بشه درمان میکنه، استجابت میکنه اون نیت رو. مبارکه. طعام تؤمن. به جای غذا هم میشه ازش استفاده کرد. تنها بهترین آب روی زمینه، چون کنار کعبه است، چون کنار اولین خونه ایه که الله تعالی برای عبادت انسانها اون رو قرار داده. این خونه مبارک. انسان که اونجا میره تبرک میگیره، دینش برکت پیدا میکنه، دنیاش برکت پیدا میکنه. در مکه ای که هیچ درختی میوه آنچنانی نمیده، گرماش، آب و هواش اصلا شاید برای رشد هیچ گیاه و میوه مناسب نباشه، بهترین میوه های عالم اونجا یافت میشه. این برکته. این برکتی که الله تعالی گذاشته برای این سرزمینش. مبارکاً و هدی للناس و هدی للعالمین. و این خانه اولین خونه است که به خاطر عبادت ساخته شده. این صفت اولش. دوم، مبارکه. خونه مبارکه، سر تا پاش برکت، همه چیش برکته. مبارکتر از خودش روی زمین نداره. خانه کعبه، خانه الله، اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها روی زمین قرار داده شده، مبارکتر از خود مکانی در عالم نداره. این رو الله کعبه می‌فرماید. این خانه مبارک، این مکان مقدسه. چون این خانه در این شهر قرار گرفته، این شهر هم مقدسه. این شهر مقدس ترین مکان روی زمین. اون مسجدی که این خونه اونجاست مقدس ترین مسجد دنیاست. هر نماز به 100,000 نماز، هر عبادت 100,000 عبادت جای دیگه حساب میشه. و حتی علما و مفسرین گفتن که صدقه در این شهر به 1 دینار معادل 100,000 دینار جای دیگه است، چون کعبه اونجاست، چون مبارک. این شهر که کعبه دلشه، که قلبش کعبه است، این شهر رو الله تعالی فرمود ولتنذر ام القرى. در آیه 92 سوره انعام فرمود این شهر ام القرى است، مادر سرزمین هاست، چون کعبه اینجاست. چون اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان ها روی زمین ساخته شده اینجاست. اینجا کعبه است، اینجا مسجد الحرامه، اینجا حرم مکی است، اینجا مکه مکرمه است، اینجا ام القرى است. و نه تنها در روی زمین مقدسه که سقفش تا آسمان دنیا، آسمان اول، دوم، آسمان های دیگه که هستن، بر دقیقاً سقف کعبه زمین کعبه دیگه تو آسمان هاست. در سوره طور آیه 4 الله متعال از یک 4 دیواری دیگه ای سخن میگه در آسمان ها به اسم بیت معمور. قسم میخوره به اون خونه، والبیت المعمور، و قسم به اون خونه آبادی که در آسمان هاست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر اون خونه بیفته روی زمین، بر سقف کعبه شما فرود میاد. اون کعبه آسمان
برای زیارت فرشتگانی که تو آسمون ها هستند. و حضرت علیه السلام فرمود روزی 70,000 فرشته برای عبادت داخلش میشن و وقتی که خارج میشن تا قیامت نوبت به اونها نمیرسه. اون بیت معموره، این بیت الله روی زمین و بیت معمور در آسمان. اینجا مکه مکرم است. اینجا اولین خانه‌ای که برای عبادت آسمان ها و برای عبادت زمینیان ساخته شده اینجاست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. خانه‌ای با این صفات، خانه‌ای با این عظمت، با این برکت، با این سابقه تاریخی که اولین خانه‌ایه که برای عبادت در عالم ساخته شده، اولین عبادتگاه انسان‌ها بر روی زمینه که الله متعال اینجا رو انتخاب کرده. اینجا باید باشه کعبه، اینجا باید باشه قلب زمین، اینجا باید باشه قطب عالم. اینجا کعبه است. چرا که اینجا محل هدایت عالمیانه. اینجا انسان‌ها در عالم مسیر هدایت رو پیدا میکنن. کعبه راه هدایته، مسیر هدایته، تا کسی که به سمت هدایت میره ره گم نکنه، تا بفهمه که مسیر هدایت آخرش باید به کعبه برسه، تا بفهمه که اگر طالب راه مستقیمی باید بگی اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو به راه راست برسون، به راه مستقیم هدایت کن، من رو برسون به اون راه. البته قبل از اینکه این آیه رو به زبان بیاری باید به سمت کعبه، به سمت مکه، به سمت این حرم رو کنی. اونجا وقتی که رو کردی به سمت کعبه دعای استقامت کن، دعای رسیدن به هدف داشته باش. اگر میخوای بفهمی که آیا به مسیر راست داری میری، به بیراهه نمیری، راهی که تو میری تو رو به ترکستان نمیرسونه، نشانیش کعبه است. ببین چقدر کعبه برات مقدسه، چقدر برات عزیزه. آیا مکان دیگری در عالم هست که اونو بر کعبه ترجیح میدی؟ آیا مکانی هست در دنیا که فکر میکنی اون عظمتش، برکتش، قداستش از مکه، از کعبه، از مسجد الحرام بیشتره؟ اگر این گونه فکر کردی ره به ترکستان بردی، گمراه شدی. چون الله تعالی فرمود که هدایت اینجاست. اگر کعبه رو به عنوان مقدسترین مکان روی زمین، مسجد الحرام رو به عنوان مقدسترین مکان روی زمین، فضیلت این مکان، برکت این مکان، قدسیت این مکان رو قبول نکردی، اون موقع دیگه تو دشمن کعبه ای، اون موقع دیگه تو خودت یک ابرهه ای، اون موقع دیگه خودت با اولین عبادتگاهی که الله تعالی به خاطر عبادتش روی زمین بنا کرده مشکل داری. اون موقع دیگه تو حج هم برات مهم نیست، عمره هم برات مهم نیست، مسجد الحرام هم دیگه برات مهم نیست. این آیه اولین آیه‌ای که در این باب من دوست داشتم صحبت رو با اینجا آغاز کنیم، چون خیلی مهمه. شناخت تاریخ حج که از کجا شروع شد. حج ماحول همین مکان میچرخه، حج ماحول این خونه میچرخه. حج بعد از این آیه 96 که الان از سوره مبارکه آل عمران خدمت شما بیان کردیم، آیه بعدی الله تعالی از حج سخن میگه که انشاءالله اون رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم. در برنامه بعدی درباره آیه 97 صحبت خواهیم کرد، آیه که بعد از این آیه است. الله تعالی فرمود اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها در زمین قرار داده شده خونه‌ای که در بکه هست. یعنی چی؟ مواظب باشید با این شهر دشمنی نکنید که تباه میکنه شما رو، از بین میبره شما رو. مبارک و هدایتی است برای عالمیان. آیه بعدی رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. الله یار و نگهدار شما.